عاقبت گور بهرام گرفت. بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان دولت آمریکا تصمیم گرفت که سپاه پاسداران را در لیست جریانات تروریستی جای دهد. خیلی طبیعی است که ایالات متحده از اتخاذ چنین تصمیمی اهداف خاص خود را تعقیب می کند و چنانچه غیر از این بود غیر طبیعی جلوه می کرد. سپاه پاسداران به عنوان بازوی اجرایی درون و برون مرزی رژیم جمهوری اسلامی در مدت 40 سال گذشته در سرکوب دگراندیشان، مخالفان و معترضین چه در داخل ایران و چه در خارج از مرزها نقش محوری داشته است. بنابر تمامی شواهد، انکار و کتمان نقش ویرانگر این نیرو و نادیده گرفتن آن برای کسی ممکن و میسر نیست. در جای جای نقاط مختلف جهان اقدامی تروریستی و خرابکارانه نیست که سپاه پاسداران مستقیم و غیر مستقیم و یا توسط مباشران خود دستی در آن نداشته باشد. اگرچه پیشتر سپاه قدس یعنی شاخه برون مرزی سپاه در لیست ترور آمریکا جای گرفته است، اما قرار دادن نام سپاه پاسداران در چنین لیستی و همزمان آماده باش به نیروهای آمریکایی برای آمادگی برای واکنش به عکس‌العمل تهران، حال چه از طریق خود سپاه پاسداران و چه نیروهای تحت امر و وابسته اش، نشان از رویکرد جدید آن کشور در قبال تهران دارد. رژیم جمهوری اسلامی از شکلگیری نطفه خود تا به امروز با تمامی دنیا و یا به عبارتی دیگر با هر آنچه غیر خود بوده و حتی در خیلی از موارد با بخش یا بهتر است بگوییم با بخش‌هایی از خودش نیز سر جنگ داشته و در افتاده است. بنابراین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نقشی انکارناپذیر در تهدید امنیت جهانی دارد و مخل آسایش و آرامش نه فقط مردم ایران بلکه مردم منطقه و جهان است. اگرچه این اولین بار و در چنین مقیاسی است که نیروهای مسلح موازی سازی شده یک کشور با چنین رویکردی از سوی کشوری همچون آمریکا مواجه می شود، اما نباید از یک اصل غافل ماند که این نحوه عملکرد، کنش و تعامل سیستم حاکم در تهران است که آمریکا را به چنین واکنشی واداشته است. دستاندازی‌های این مدت رژیم اسلامی به کشورهای منطقه و دخالت‌های لجام گسیخته، به ویژه شاخه برون مرزی سپاه پاسداران موسوم به سپاه قدس در کشورهای سوریه، عراق، یمن، لبنان، فلسطین، افغانستان و غیره خود بیانگر این واقعیتند. این در حالی است که خود نیروهای سپاه پاسداران و اعضای این نیرو تمایل کمتری به مشارکت در این شیوه عملکرد فرماندهان خود دارند و سپاه با سوء استفاده از آشفته بازار و فقر آوارگان افغانی و عراقی آنها را به میادین کشتن و کشتار گسیل می‌دارد. چنانچه چند روز پیش دولت افغانستان از طریق وزارت خارجه خود از تهران خواست که دیگر از اعزام افغانستانیان برای جنگ در سوریه دست بردارد. در رابطه با رویکرد داخلی نیز سپاه پاسداران اختاپوسوار و با تکیه بر بخش‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی، تجارت و بازرگانی در حالی که به تمامی این عرصه‌ها دست انداخته و به غولی اقتصادی و امنیتی مبدل گشته است، در همان حال با سازماندهی، تسلیح، تأمین و ساپورت یکی از ستادهای هدایت تروریسم جهانی است. با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه رژیم حاکم بر تهران، داد شبکه‌های ترور وابسته درآمده و حسن نصرالله از کاهش دلارهای ایران می‌نالد و چند ماه است که این شبکه در سوریه، لبنان و عراق حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده‌اند.
حال و با قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست جریانات تروریستی، این تبلور و نماد تروریسم عیان خود اسیر رویکرد و عملکرد خود گشته و منابع مالی آنها محدود شده و طبیعتاً از عهده تأمین هزینه‌های تشکیلات تارعنکبوتی خود بر نخواهد آمد. لذا قدرت مانورشان کمتر و محدودتر گشته و در مقابل هم مردم کشورهای منطقه آرامش بیشتری خواهند داشت و هم جنبش اعتراضی داخلی وارد عرصه‌ای نوین از اعتراضات و گسترش آن خواهد شد.